با سلام. یه F7 مراجعه کرده به دلیل نشتی که داخل شمع میرفت جا وایرها. به خاطر اینکه این عیب رفع بشه باید تمام این دری و زیر و تصمیت های ما تمام اطراف این باز شه تا عیب این کار رفع شه. حالا اونم که وا کردم جاشه بدون نشون میدم. خب دوستان، بعد از باز کردن پیچ های دورش ما این دره روش رو برمی‌داریم و میرسیم به تیکه سرسان بالاییش. پیچا توش رو همه رو باز میکنیم و خب اصولا باید تصمیت تایم باز شه. حالا من یه چنین چیزی درست کردن گذاشتمش که اگه بشه ترسلند رو همینجوری دریشو برداریم و تایم رو نندازیم. حالا یه امتحانی میکنیم، اگه شد که خیلی خوب، اگه نشد که باید تایم ما همه چیزشو باز کنیم و مسابقه در بیاریم و کفش رو درست کنیم. حالا بازم امتحان میکنیم. خب دوستان، انگاری جواب دادین تحریکی روش اجرا کردیم. این میله رو گذاشتیم نمیذاره پولی بتابه، رو حال تایم هم هست، دریش رو برداشتیم استیچ به هم نخورد. بعد از شستن کامل کف این سرسیلند این جایگاهش هم تمیزش کردیم و چسبانیش کردیم. این سبک جای چیزا رو هم وایرها هم چسبانی کردیم و حالا میذاریم سر جاش. حالا با این روش یه تایم آینش به هم نمیخوره و میبندیم میریم، کارم زود تمام میشه. خب اینم اتمام کارمون، چسبکاریش کردیم، کارشو کردیم، تموم شد و با زنگ بزنیم به صاحبش بیاد ببردش.